بسم الله الرحمن الرحیم. صفاری هستم در خصوص فصل 5 ریاضی دهم، پیدا کردن مجهول برای تابع بودن یک رابطه. سوال به این صورته که یک رابطه رو به ما میده، میگه این متغیر آ بی یا حالا هر نوع متغیری رو که داریم پیدا کنیم که این یک تابع باشه. سوال بسیار مهم و 100% سوال امتحانی خرداد ماه هستش. خب ببینید، طبق نکته هایی که توی ویدیوهای قبلی گفته بودیم خدمتتون، یک نامه نمیتونه خونه دو نفر بره. نامه یک رفته خونه دو، نامه یک هم رفته خونه کی؟ 3 آی منهای یک. پس یه نامه نمیتونه خونه دو نفر بره، پس باید خونه 3 آی منهای یک با 2 با هم برابر باشن. پس آ رو به دست میارم، میگم متغیر یک سمت، اعداد یک سمت، پس 3آ مساوی با 3، دو طرف رو که به 3 تقسیم میکنم، آ مساوی با 1. ببینید من اگر آ رو 1 بذارم، البته این مرحله احتیاجی نیست انجام بدین، من انجام میدم که شما متوجه بشید. من اگر آ رو بذارم 1، 3 منهای 1 میشه چند؟ 2. 1 2 1 2. پس این یه عضو تکراری میشه و من میتونم چیکار کنم؟ حذفش کنم و رابطه مورد نظر تابع باشه. قسمت بعدی دقت بفرمایید. ببینید مؤلفه اول 5، اینجا هم مؤلفه اول 5 هستش، پس باید مؤلفه های دوم رو مساوی هم قرار بدیم. پس نتیجه میگیرم n مساوی با 5، متغیرها یک سمت، اعداد یک سمت. خب ببینید برای بعدی این مشکلش حل شد. اینجا مؤلفه اول n داره، n منهای 3. خب nمون شد چند؟ 5. وقتی من اینو 5 میذارم، 5 منهای 3 میشه چند؟ 2. الان دوباره این دوتا مؤلفه با هم مشکل پیدا میکنن. مؤلفه های اول مثل همن، پس الزاماً باید مؤلفه های دوممونم مثل هم باشن. پس m من مساوی با 4. مقادیر n و m به دست اومد. سوال بعدی رو دقت بفرمایید. مؤلفه اول 1، 4، 2 و 2. خب چون مؤلفه های اول با هم برابر هستند، پس الزاماً باید مؤلفه های دوممونم با هم برابر بذاریم. ببینید این شد یه معادله درجه 2. معادله های درجه 2 رو باید چجوری حل می کردیم؟ برای معادله درجه 2 همه رو می آوردیم یک سمت، سمت دیگه 0 باشه. بهترین روش گفته بودیم اول تجزیه و بعد نهایتاً دلتا. خب من اگر اینو بخوام حلش کنم برای تجزیه، 4 چند تاست؟ 1 4 تا 4 تا، 2 2 تا 4 تا. این چون منفیه یا مثبت در منفیه، بعد علامت عدد بزرگه باید مثبت باشه، کوچیک منفی. ببینید مثبت منفی، حاصل منفی 1 و 4 که میشه مثبت 3. پس آیه منهای 1 آیه به علاوه 4 مساوی با 0. پرانتز اول 0 که یعنی آی شما میشه 1، یا پرانتز دوم شما 0 که آ میشه منفی 4. خب ببینید چون جای دیگه آ نداریم، پس هر دوی اینا جوابا قابل قبول هستن. سوال بعدی رو دقت بفرمایید. دوباره میخوایم متغیر پیدا کنیم. خب پس اول مؤلفه های اولم رو نگاه کنم. اینجا من 2 دارم، اینجا 1 دارم، آی منهای 1 دارم، 2 دارم. خب پس اینجا چون مؤلفه های اول من 2، اینجا دقت بفرمایید چون مؤلفه های اول 2 هن، پس الزاماً باید مؤلفه های دوممونم با هم برابر باشن. یعنی آ2 منهای 4 آ مساوی با منفی 3.
من یه معادله درجه 2 دارم. معادله درجه 2 رو چجوری باید حل کنم؟ همه متغیرها و اعداد یک سمت باشن، سمت دیگه صفر باشه. برای حل معادله درجه 2 بهتره از روش تجزیه یا دلتا استفاده کنیم. اول تجزیه رو همیشه چک میکنیم. اونی که عدد 3 چند تا 3 تا، یه 3 تا میشه 3 تا، علامت من مثبته، یا مثبت میشه مثبت یا منفی در منفی. اینجا چون منفیه هر جفت باید چی باشن؟ منفی. پس آیه منهای 1 آیه منهای 3 مساوی با 0. یا پرانتز اولمون 0 آیه منهای 1 0 که آ مساوی با 1، یا پرانتز دوم 0 که آ مساوی با 3 هستش. ببینید حالا بررسی میکنیم کدوم از اینا قابل قبول هستن. ببینید این مشکلش با این حل شد. اینجا نگاه کنیم، چون مؤلفه اول شما آ داره پس باید آ رو بررسی کنیم. تو مثال قبلی مؤلفه های ایکس مون همشون عدد بودن پس احتیاجی به بررسی نداشتیم، ولی الان خوب دقت بفرمایید، چشمای مبارکتون باز باشه، چون مؤلفه اول من آ داره باید بررسی کنم. خب اگر من آ رو 1 بذارم، 1 منهای 1 میشه چند؟ 1 منهای 1 و 3 دارم که میشه 0 و 3. خب ببینید آیا من مؤلفه‌ای دارم که مقدار x 0 باشه تو رابطه دی؟ میگم نه. خب پس این آ مساوی با 1 قابل قبوله. آ مساوی با 3 رو بررسی کنم. من اگر به جای آ 3 بذارم، ببینید تو این قسمت توی ستاره، من توی ستاره دارم اینا رو جایگذاری میکنم. اگر 3 بذارم 3 منهای 1 میشه 2. خب 2 و 3 میشه. چک میکنم میگم بله این تناقض داره، این مساوی نیست با مؤلفه 2 و منفی 3 که داشتم. ببینید مؤلفه x نمیتونه 2 تا y داشته باشه پس این قبول نیست. پس x آ مساوی با 3 غیر قابل قبوله. تنها گزینه‌ای که قابل قبوله آ مساوی با 1. سوال بعدی رابطه z رو داده و گفته که مقادیر x و y رو پیدا کنیم. خب مؤلفه اول من 2 و بعدش متغیر دارم. نگاه میکنم مؤلفه بعدی منفی 3 5 منفی 3 2. پس این میگم یه دونه x باید وایاشون مثل هم باشه. خیلی خوب پس میگم 3x به علاوه 2y مساوی با 1. از طرف دیگه وقتی بررسی میکنم مؤلفه منفی 3 و 2 دارم، منفی 3 و 5x به علاوه 3y دارم. خیلی خوب چون مؤلفه های اولم مثل همه الزاماً باید مؤلفه های دومم مثل هم باشن. ببینید یه دستگاه حل میکنیم، دستگاه 2 معادله و 2 مجهول که اینجا بهتر روش حذفی رو استفاده کنم چون هم x و y ها ضریب دارن. خیلی خوب روش حذفی رو انجام میدیم. بعد از حل دستگاه 2 معادله و 2 مجهول به نتیجه میرسیم که x مون 1 y مون منفی 1. ببینید اگر جایگذاری کنیم این مؤلفه میشه 2 و 1 تکراریه، حذف میکنیم. اینجا وقتی x و y رو جایگذاری کنیم میشه 2 و اینم باز تکراری میشه. پس به صورت تابع در میاد. برای قسمت بعدی مؤلفه 2 و y 3 به توان x به علاوه y. پس اینجا مؤلفه 2 داریم و 27. خب چون مؤلفه های اول مثل هم باید مؤلفه های دوممون رو با هم برابر قرار بدیم. ببینید پایه اولیه 3 پس پایه دومی هم باید تبدیل کنیم. 27 میشه چند؟ میشه 3 به توان 3.
پس من نتیجه میگیرم چون پایه ها مساویان الزاماً توان ها هم باید با هم مساوی باشن. مرحله بعدی اینجا مؤلفه اول 5، مؤلفه اول 5 هستش. پس من نتیجه میگیرم مؤلفه های دوم باید با هم برابر باشن. اگه دقت بفرمایید دو تا معادله دارم، دو تا مجهول دارم، فقط نکته‌ای که دارم اینه که این مجهول من تواناش چنده؟ 2. خیلی خوب، پس x2 منهای y2 منو یاد اتحاد مزدوج میندازه. x منهای y x به علاوه y ببینیم مساوی با 15. اینجا x به علاوه y من 3 هستش. پس من میتونم نتیجه بگیرم که x منهای y وقتی دو طرف رو به 3 تقسیمش میکنم میشه چند؟ 5. دو تا مجهول دارم، دو تا دستگاه میتونم حل کنم. میتونم از دستگاهمون رو از روش حذفی حل کنم یا جایگذاری. ببینید چون اینجا ضرایب وایمون مثل همه و قرینن راحت تره که اینا رو حذفشون کنم. 2x میشه 8، x هم میشه چند؟ 4. توی معادله پایینی که جایگذاری کنم 4 منهای y میشه 5. پس y من میشه منفی 1. پس این دستگاه جوابش شد 4 و منفی 1. اگر من x هم رو 4 بذارم y رو منفی 1 بذارم این رابطه t 1 تابع هستش. سوال بعدی ببینید من سعی کردم همه مدل ها رو براتون حل کنم که انشاءالله مشکلی براتون پیش نیاد. سوال بعدی مؤلفه اول 1 و 3، مؤلفه دوم 1 و یه عبارتی که داخلش متغیر هست. خب مؤلفه های اول با هم برابرن، الزاماً باید مؤلفه های دوممونم با هم برابر باشه، مساوی با 3. گفته بودیم هر موقع که دو تا کسر با هم برابر باشن یا یک کسر و یک عدد با هم برابر باشه یه مخرج 1 میدیم، طرفین وسطه میکنیم. 2a منهای 1 مساوی با 3 رو در این عبارت ضرب میکنم میشه 3 ضرب در آی منهای 1 چون دو جمله ایه. پس میشه 2a منهای 1 مساوی با 3a منهای 3. متغیرها یک سمت، اعداد یک سمت. 3a سر جا خودشه، 2a میره اونور میشه منفی 2a. منفی 1 سر جا خودشه، منفی 3 میاد اینور میشه مثبت 3. منفی 1 به علاوه 3 میشه 2. 3a منهای 2a میشه a مساوی با 2. پس این رابطه اگر آشو 2 بذاریم مؤلفه من مؤلفه تکراری میشه. زوج مرتب من یه زوج مرتب تکراری میشه و رابطه من میشه 1 تابع. سوال بعدی یه دو ضابطه‌ای داده و گفته مقدار آ رو پیدا کنیم. خب ببینین ضابطه بالایی و پایینی هر دو x بزرگتر و مساوی با 1 دارن، اینجا x کوچکتر و مساوی با 1 داره. یعنی هر دوی اینا x مساوی با 1 براشون برقراره. خب ما میدونیم که این محدوده x اینا در واقع y های من هستن. خب پس برای این که بگم این تابع هست باید به ازای x مساوی با 1 این دوتا با هم برابر باشن. من اگر x مساوی با 1 رو در بالای جایگذاری کنم در رابطه 1 منهای 4x2 جایگذاری کنم میشه 1 منهای 4 به جای x هم میذارم 1 به توان 2 توان 2 1 به توان 2 میشه 1 یه 4 تا 4 تا 1 منهای 4 میشه منفی 3. اگه x مساوی با 1 رو توی رابطه پایینی جایگذاری کنم a2 منهای 4a به علاوه x جایگذاری کنم میشه a2 منهای 4a به علاوه 1. این مال پس قراره که این دوتا عبارت با هم مساوی قرار بگیرن. a2 منهای 4a به علاوه 1 مساوی با منفی 3 بشه.
-3 یه معادله درجه 2 دارم. گفته بودیم که معادله های درجه 2 باید متغیرها و اعداد یک سمت باشن، سمت دیگه صفر باشه. اگه دقت بفرمایید این اتحاد مربع آی منهای 2 به توان 2 مساوی با 0 و آی من مساوی با چند؟ 2. یعنی اگر من آ رو 2 بذارم این رابطه من میشه تابع. در پناه حق شاد و سلامت باشید.